عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان. وقت همتون بخیر باشه. امروز 8 آذر ماه و روز شنبه اول هفته توی آب و هوایی که یکم دیگه داره کم کم شبیه پاییز میشه. امسال پاییز دیر داره خودشو به ما نشون میده، ولی دیگه نشون داد با این برگای نارنجی و زرد و آب و هوایی که هر روز داره خنک‌تر میشه. یه اتفاقی دیروز رخ داد، خیلی حس خوبی بهم دست داد. تو ارتفاعات چالوس شنیدم که یه برف خوشگلی اومده، حسابی منطقه رو سفید پوش کرده. یکی از سفرهایی که حالا مورد علاقه شخصیم خیلی زیاده، سفرهای برفی بچه‌ها، سفرهایی که حالا نه به اون برفی که شما بگی مثلا بری توی یه ویلایی بشینی و برف بیاد و مثلا خوشگل باشه اطرافتون، کمپینگ باشه. یعنی کمپینگ در شرایط برفی. خب میدونیم دیگه، ما تو شرایطی که بارون باشه، بارش برف باشه، به دلیل حالا سردی آب و هوا، اون رطوبت، خیسی، اینجور مسائل، سفر سخت حساب میشه، عملا سفر چالشی حساب میشه. و برای من این چالشه از این مدلش خیلی لذت بخشه. قبلا هم یک بار با دو سه تا از دوستان امتحان کردیم. یه سفری بود که تهران یه برف خوشگلی گرفت و رفتیم و سعی کردیم یه جایی خودمون رو برسونیم که تردد نباشه، یعنی هم دلیلی نداشته باشه کسی بخواد اونجا بیاد. ارتفاعات آتیشگاه بود، همین که توی اون تایم برفی عملا جاده انقدر سر و لغزنده و صعب العبور شده بود که خب با چالش خودمون رو رسوندیم به اون یه تیکه منطقه و یه کمپی برپا کردیم. و از لحظه که کمپو زدیم، از لحظه که ورود به منطقه کردیم، داشت برف می اومد تا تایم فرداش که داشتیم برمیگشتیم. خیلی این مدلی دوست دارم. البته یه خورده چاشنی طبیعتش بیشتر باشه. منطقه آتیشگاه یه خورده منطقه کوهستانی بود. لوکیشنی هم که ما کمپ کردیم درست دیده نمیشد، زیر برف بود، ولی عملا کنار جاده بود. دوست دارم یه خورده بکرتر باشه، یعنی تو دل یه جنگل که واقعا جز اون حیواناتی که حالا اون منطقه هستن عملا هیچ جاندار دیگه ای نباشه، حالا خودم یا نهایتا یکی دو تا خودروی دیگه. و یه لذت و آرامش خاصی داره این مدل از سفرها. و از همین که شما مثلا با تجهیزات میرید توی این سفر، چون نکنین وقتی که برف میاد، ما تو شب 100% دمای زیر صفر رو، حالا نه 100% ولی احتمال خیلی زیاد دمای پایینی رو تجربه میکنیم. و اینکه شما تو دمای پایین بتونی، قرار نیست به خود سختی رو ریاضت بدی، که با تجهیزات بری و مثلا برای شب نشینی آلاچیقی بزنی، سایبونی بزنی که بتونی زیرش یه بخاری روشن بکنی، گرم باشین، اونور تو شب داخل چادر همچین سیستمی داشته باشین. با تجهیزات تو این مدل سفرها رفتن خیلی لذت بخشه. یکی از فانتزیای خود من اینه که داخل چادر تو محیط خیلی خشنی باشم. یادتونه یه سفر رفتیم مریوان، یه طوفان خیلی وحشتناکی پیش اومد. تنها نگرانی من اونجا یاسمنا میتونم بگم لئولوسی بودن که میگفتم اگر شرایط، ولی خود از یه جنبه دیگه خیلی داشتم لذت میبردم که تو محیط های این چنینی تجربه شرایط کمپینگ خیلی از نظر من لذت بخشه. خلاصه سالهای گذشته به دلیل اینکه یه محدودیتی داشتم توی بحث شغلیم، تایمایی مجبور بودم سفر برم که حالا یا تعطیلات رسمیه یا تایمای پایان هفته، پنجشنبه جمعه هاست. و خب سخته که یه لوکیشنی نزدیک تهران یه برف خیلی خوبی بیاد. بعد میدونین دیگه تایمی که برف میاد دمای هوا حتی پایینتر هم میشه و بهتر از یخبندون فرداشه. یعنی عملا اگر خبردار بشین که یه لوکیشنی داره یه برف سنگین و خوشگلی میزنه، تو همون ابتدای اون تایم یه سفری تدارک ببینین، خیلی شرایطش هم زیباتره، هم قشنگتره، هم آسونتره. برای همین خب هیچ وقت
یه خورده سخت میشه که شما محدودیت مثلا آخر هفته یا تعطیلات رسمی داشته باشی، یا همچین اتفاقی هم رخ بده اطراف شهرتون که شما بخوای همچین کنشی رو انجام بدی. برای همین الان که نفس میدم، الان که تایمم بازه منتظرم خیز گرفتم یه برف خوشگل بزنه و یه سفر برفی جنگلی تر، یه خورده محیط خشن. حالا میام خیلی دوست دارم تنها برم، ولی به دلایلی بهتره که یکی دوتا خودرو همراهمون باشه، چون مسیر چالشی داشته باشه، نمیدونم حیوانات وحشی اون منطقه داشته باشه، مسلما اگر چند نفر باشین خیلی هم دلگرمیش بیشتره، هم میتونن کمک کننده باشن تو بحث ریکاوری که اصلا شما تک ماشین باشی خیلی کار سخت میشه. حالا درسته با وینچ میتونی خیلی دلت قرص باشه به یه سری مسائل، مثلا تو جنگل که حالا فضای بستن زیادتره، ولی یه ماشین دیگه باشه از بحث اصلا نیروی کمکی و نمیدونم یه خودروی سالمی که اگر خودروی شما مثلا زمینگیر بشه شما میتونی با این خودتو برگردونی یا بری کمک بیاری، بری تجهیزات بیاری. از این جهت اصولی تره. مثلا از جنبه بدآموزی داستان هم نگاه کنیم، این که من بگم دوست دارم مثلا تک ماشین برم کویر، خب اوکی لذت بخشه، ولی خیلی هم خطرناکه، خیلی هم ممکنه که به چالش بکشه. خلاصه این خبر رو میخواستم بهتون بدم که منتظرم اولین سفر برفی خیلی به قول گفتنی باحالمو که خیلی حالت تو محیط بکری باشه استارت بزنم امسال با اولین برفی که بزنه. مسلما خب باید لوکیشن هایی باشه که با فاصله نهایتا 3-4 ساعته بشه بهش رسید، جنگل های مازندران و گیلان یا مثلا اینور فیروزکوه که حالا مازندران میشه دیگه جنگلش منظورمه، یعنی اونجاها. و دوست دارم اگر به این مدل سفر علاقه‌مندین تو کامنت ها حتما اعلام بکنین، حتی شده یه شماره تماسی، یه کانکتی هم با هم بشیم که مخصوصا اگر تایمتون بازه، چون ممکنه این اتفاق توی وسط هفته بیفته و اینکه شما این شرایط رو داشته باشین خیلی مهمه. و یه سفر دوستانه این چنینی با هم رقم بزنیم. خیلی دوست ندارم بیام فراخوان بزنم بگم که سفر لحظه آخری برفی فلان. دوست دارم چند تا رفیق داشته باشم که بدونم همچین تایپی دارن و اگه یه زمانی همچین اتفاقی بیفته یه زنگ بهشون بزنم که آقا برف زد پایه‌ای بریم بسم الله یا نه. برای همین تو کامنت ها اگر علاقه مندین، حالا مسلما تو این سفر احتمالا یاسی رو نخواهم برد از نظر اینکه حالا با لئولوسی بالاخره سفر یه مقدار هم سخت هست دیگه، شرایطش سختی سفرش مثلا 8 از 10 به نسبت سفرهای معمول. اگه تصمیم بگیرم مثلا یاسی رو نیارم یه همسفر کنارم میتونم با خودم ببرم و 2 تا خودرو هم نهایت دوست دارم که همراه هم، حالا چه اونا با دوستشون چه با کاپلشون آزادن فرقی نمیکنه، هر جوری که راحت و علاقه‌مندن با هم شرکت بکنن. کاملا هم سفر دوستانه ای هست، یعنی در قالب تور نیست، هزینه ای نداره. خیلی دوست دارم، مهمم نیست سن و سالمونا که چقدر با هم فرق بکنه، بیشتر مهمه که جنس دلمون این شکلی باشه. دوست داشتم امروز توی این ویدیو بگم. تو یوتیوب بعضی وقتا نگاه میکنم یه سری ویدیوها میبینم مثلا یه گروهی 2 تا ماشین 3 تا ماشین یه سفری میرن، میام جنگلی هم هست، خیلی باحاله. فقط حتما نیازمند اینه که شما هم مثل من تجهیزاتتون کامل باشه دیگه، دمای زیر صفر بخاری داشته باشین، نمیدونم سایبونی داشته باشیم که دیواره داشته باشه بتونیم بریم داخلش برای شب نشینی فضایی و چیز بکنیم، چون نمیخوایم با تاریکی هوا که سردتر میشه دما میاد پایینتر سری فرار کنیم داخل چادر. قراره تا پاسی از شب دور هم دیگه خوش بگذرونیم و این
زمانی رخ میده که شما هم مجهز باشین، چه خودروتون چه به قول گفتنی تجهیزاتتون. اگر چالش مسیری داریم به لطف حالا خودروی مجهزتون پتانسیل آفرودی بالاش بتونیم از مسیرهای صعب العبور رد شیم، چون مثلا زمانی که برف بزنه قرار نیست خیلی راحت هم به لوکیشن برسیم. مثال میگم الان یه جنگلی داریم به نام جنگل دریوک، یه مرداب خیلی زیبایی هم داره. یه مسیرش از متلقوه که حالا ممکنه هر تایمی باز نباشه، یه چیزی داره ورودیه‌ای داره که ببندنش، و یه مسیرش این بر از سمت ایستگاه فکر کنم گازه و خیلی مسیره، هم میتونم بگم سختیه و هم سرسره بازاریه و هم شیب تند خطرناکیه. زمانی همچین سفری رقم میخوره که اوکی من از خودم خیالم راحته، میگم با مهارت‌های رانندگیم با خودرویی که حالا آماده کردم میتونم از پس این پیمایش سخت بر بیام، و از این جهت نیازمند هم سفریم که اونم هم روحیه‌شو داشته باشه، هم جسارتشو مهارتشو خودروشو داشته باشه که بتونیم با همدیگه یه چیز قشنگ اتفاق بدیم. این که بخوایم بریم یه جایی که برف میاد بشینیم راحته. من قبلا همین کار رو با مسعود و یکی از عزیزان دیگه کسرا بود فکر کنم اسمش انجام دادم، ولی خب هم کسرا هم مسعود بسیار آدمای اصلا ترسویی هن تو بحث مثلا رانندگی تو شرایط خطرناک، محافظه کارن. بذار واژه ترسو شاید قشنگ نباشه. کسرا که خب با بچه کوچیکش و همسرش حق داره، منم اون مسعودم اون سفر با مثلا نیلوفر بود، حق داره به نظرم که نگران خودش نباشه، نگران همسرش باشه به عنوان مرد زندگی. ولی خب من اون سفر تنها بودم، یاسی نبود، ولی یهویی هم سفر رو به قول گفتنی استارت زدیم. مجبور شدیم به این واسطه به یه لوکیشن خیلی نزدیکی بریم. میگم رفتیم منطقه آتیشگاه. خب اونجا یه خورده مرتفع، برفگیر خوبی هستش، اون زیبایی رو نداشت. میدونم که اگه بخوایم یه جنگل بریم یه خورده چالش مسیر هم داریم که اصلا بخشی از این لذته همون چالش مسیرشه، اینکه شما آسون نرسی به یه جایی، براش زحمت بکشی، یا مثلا به عنوان کسی که ما تو ایران نمیتونیم بچه‌ها خیلی مثلا به معنای واقعی بیراه نوردی کنیم، یعنی بخواین از جاده خارج بشین و برین تو دل طبیعت و همینجوری واسه خودتون مسیر بزنین. اصلا درست نیست این کار، به عنوانی آسیب زدن به طبیعته. قرار باشه هر کسی برای خودش به خاطر عشقش یه جاده‌ای وا کنه. مثلا کویر نیست که یه باد بزنه خط لاستیک شما پر بشه و دوباره اون کویر زیبا بشه. شما مجبوری از پوشش گیاهی بری که ممکنه آسیب بهش بزنی، ممکنه یه خط لاستیکی ایجاد بکنی که سالها بمونه، ظاهرش رو زشت بکنه، طبیعتش رو کثیف بکنه. برای همین خب وقتی که همچین امکانی نداریم مجبوریم که دل خوش بکنیم به این که یه سری از جاده هایی که همین الانش هم که هوا مثلا برفی نیست چالشیه، تو شرایط برفی بریم خودمون رو اونجا حسابی محک بزنیم دیگه. یعنی میشه تقریبا گلی برفی، جنگلی برفی، دما زیر صفر، نمیدونم خیلی سبکش باحاله. اصلا عنوانش هم ولاگش خفن میشه، مثلا دمای منفی مثلا 18 درجه کمپینگ در این شرایط. و دوست دارم خیلی با دیتیل تر، حالا که یه مدتی ولاگ ها دیتیل زیادی داره با جزئیات داریم بهش میپردازیم، همچین سفر خفنی و کنار یه سری همسفرهای پایه این تایپی خفن به زیبایی هرچه تمامتر ثبتش بکنم و به عنوان یه ایرانی اولین نفری باشم که یه همچین چیزی میسازه. خیلی جذابه. همین می‌خواستم ایده‌مو باهاتون به اشتراک بذارم. اگر این تیپی هستین، همچین شرایطی براتون فراهمه، به هم اطلاع بدین که اگه اتفاق افتاد سریع با هم دیگه کانکت بشیم. فعلا خدا نگهدار.